گفتم که یار من میشی، صبر و قرار من میشی. گفت نمیشم، اگر بشم کشته میشم، به خون آغشته میشم. گفتم بیا حال بکنیم. این در واقع به کسانی است که میگیم آقا نوروز هست، این زیبایی هست، بیاین با هم دیگه این کار انجام بدیم. میگن نه، این تلویحاً با این شعر گفته میشه بهشون. گفتم که یار من میشی، صبر و قرار من میشی. گفت نمیشم، اگر بشم کشته میشم، به خون آغشته میشم. گفتم بیا حال بکنیم، سر غم و چال بکنیم. گفتم بیا حال بکنیم، سر غم و چال بکنیم و هی داد و فریاد بکنیم، مردم و بیدار بکنیم. گفت نمیام، گفت نمیشم، اگر بشم کشته میشم، به خون آغشته میشم. گفتم بیا درو کنیم گندم آباد. ببینین آبادی رو. گفتم بیا درو کنیم گندم آبادیمونو. گفتم بیا قشو کنیم اسبای آزادیمونو. گفت نمیام و گفت نمیشم، اگر بشم کشته میشم، به خون آغشته میشم. براو. لورا از این ور شروع میکنم به کردان میرسیم امشب. باید به ناحیه گیلان هم برسی ها. به گیلانیا برس. آروم آروم. گفت پاورچین میام اون طرف. ما باران شروع کردیم. آره. ما رفتیم در کانادا، بالاخره خانومت گفت بالاخره شما مال کجا هستین؟ شما یزدی؟ گفتن یا گفتم یزدیم. گفتم ما یزدی اسم ساده هستیم. کاغی گفت بالاخره شما مال کجا؟ گفتم من اینترنشنالم. همه جای ایران سرای من است. دایه وقت جنگ، دایه وقت جنگ. قطار کش بالای سرم پر ز فشنگ، آهنگوایی چقدر قشنگ. دایه وقت جنگ، دایه وقت جنگ. قطار کش بالای سرم پر ز فشنگ، آهنگوایی چقدر قشنگ. نومگیرو نکنین سی دخترونم، نومگیرو نکنین سی دخترونم. بعد مشو نکنن به دشمنونم، وای به دشمنونم. دایه وقت جنگ، دایه وقت جنگ. قطار کش بالای سرم پر ز فشنگ، آهنگوایی چقدر قشنگ. انگلیسی الکلی غیرت نداره، انگلیسی الکلی غیرت نداره. یه لوره شمشیر به دست 300 سوار، آره 300 سوار. دایه وقت جنگ، دایه وقت جنگ. قطار کش بالای سرم پر ز فشنگ، آهنگوایی چقدر قشنگ. مردم ایران با درایت کامل ترانه‌شون انتخاب میکنن. بله دقیقاً. اردوان اینو توضیح بده که این ترانه پوری جان در بحبوحه جنگ جهانی دوم، موقعی که انگلیس ها
و شوروی استالین، انگلیس چرچیل و آمریکا از اون طرف اومدن و ایران رو پل پیروزی کردن و ایران اصلا بدون اینکه دخالتی در جنگ داشته باشه شد مثل کشورهای جنگ زده و این رو در اون زمان ساختن که انگلیسی الکلی غیرت نداره چیز زدن به انگلیسی موقع بحبوحه جنگ جهانی دوم این خونده شد. بله همزمانیش ببینید با این شعری که تو تهران داره به وجود میاد الان نه همون موقع داره میاد موقع. یعنی درست در قرینه است. آنچه که مهمه مردم ما طنز پردازن، مردم بله. ما با چهره خندان دردشون رو طی کردن، مردم ما در مقابل اسکندر با فرهنگ ایستادند نه با شمشیر، مردم ما در مقابل اعراب اگر به زور زیر بارشون رفتن اما با تمهید 1300 سال 1400 سال فردوسی به وجود آوردن، صد فرهنگی به وجود آوردن. اونجایی که یه بارم عرض کردم که با حسن الهیکل وقتی صحبت میشه میگن که همتای ایرانیش میگه روزنامه‌نگار برمیگره میگه که شما چگونه شد که مصر با 7000 سال تاریخ مصر چطور شد از عرب شدین اونم از بیخ؟ برمیگرده میگه برای اینکه ما فردوسی نداشتیم، برای اینکه شاهنامه نداشتیم. بله این اون چیزی است که ما ایرانی باقی موندیم بدین فقط به دلیل شاهنامه داشتیم و اونم چقدر 400 ما در قرن 400یم، یعنی 400 سال گذشته بر ما شاهنامه سر برمیاره. امروز هم برای نشونه بهتون بگم در ایران شاهنامه ها داره به وجود میاد. مردمانی هستن که امروز می نویسن. این تاریخی است که در دل همون گونه که در همین این شهر داره تاریخ به وجود میاد. ما تاریخ 30 ساله ما در اینجا در بین اشعار و ترانه هاست که حالا بهشون میرسیم. امروز تاریخ ما ترانه ها هست. بله دقیقاً. همونطور که مثلا این ترانه تاریخ ماست الان. این در واقع همزمان که داره تو لرستان اونطوری به وجود میاد این ور میاد میگه که مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن زاه شرر بارین قفس را در شکن و زیر و بر کن بلبل پربست ز کنج قفس نرا نغمه آزادی نوع بشر سرا و از نفسی عرصه این خاک تو درا زیر و بر کن پر شرر کن ظلم ظالم جور سیاد آشیونم داده بر باد ای خدا ای فلک ای طبیعت شام تاریک ما را سحر کن. اینو به عنوان یک دعای ملی در تمام این 100 سال خوندن. ای خدا ای فلک ای طبیعت شام تاریک ما را سحر کن. ملک شعرهای بهار. ملک شعرهای بهار. بله ملک شعرهای بهار. هر سه انگیزه ای رو که یک نفر میتونه اعتقاد داشته باشه، یک نفر به خدای یگانه اعتقاد داره، یک نفر به طبیعت، یک نفرم به اصطلاح به فلک. آنچه که در فلک میاد در شاهنامه به نام جهان خوانده میشود. میگه جهان شگفتی ز کردار توست هم از تو شکسته هم از تو درست. این اون جهانه، اونه که به خداوند باران و
زمین و سیل و این صحبت داره و اونی هم که به خدای یگانه و ایزد یکتاست. ای خدا، ای فلک، ای طبیعت، شام تاریک ما را سحر کن به هر چیزی که معتقد هستین و برمیگرده به نوروز ما. این نوروز اعتقادی است که همه اینجاست. ما از فلک، از جهان، از خدا اینه که در این سفره رنگارنگ، با اینکه من بارها گفتم ولی لازمه اگر یک نفرم اون نشد الان بشته، یک عامل هست که شما سر تمام سفرهاتون شو سفره عقدم میذارید. بله بله. سفره مهرگان هم بله. دو تا مسئله است که در تمام اینا مشترک، یکی آینه است و یکی شمع. بله بله درسته؟ درسته. در تمام سفره‌های ایرانی آینه و شمدون هست. بله. اینو فشار بدم تو. صدا کم شد. این راست میگی، راست. صدا تقصیر من بود. دو تا در واقع عنصر هست بر سر تمام سفره‌های ایرانی. اگر یک بار نشفتیم باز بگم، راست میگی، صداقت بود. در سفره عقد، در سفره مهرگان، در سفره هفسین، در حتی سفره‌های سوگواری ما در واقع شمع و آینه و شمدون وجود داره. اولین نامزدیایی که میکردن در همین دوران حتی جهاز دختران جهاز که می‌بردیم آینه شمدون بود. بله. چرا اینو نگاه میکنیم میگیم که خب این چه رمزی داره؟ یعنی چرا اینطوری بوده و چقدر اهمیت داشته؟ شمع این آتش زنده ترین موجودی است که از زمان هوشنگشاه از دل شاهنامه به دست ما میرسه. یعنی هوشنگشاهی است که آتش رو مهار میکنه، نه کشف میکنه. من یه باری عرض کردم که در پاریس رادیوی در واقع خارج از کشور رو که دکتر گنجی داره میکردن، من و آقای عباس پهلوان و دوستان دیگری که در پاریس بودیم. در پاریس بندم تهیه کننده برنامه بودم و قرار شد که نقل شاهنامه رو انجام بدیم. من تو گرفته بودم استاد من دکتر محمد جعفر محجوب که در این روزهای نوروز به یادشون هستم، خدا رحمتشون کنه. من 8 سال شاگرد ایشون بودم در دو تا دانشکده، در دانشکده دانشسرای عالی و دانشکده تئاترمون. تلفن زدم به ایشون تو پاریس، گفتم که استاد پیدا کردم، گفتم استاد من قراره که اینو بگم، دلم میخواد شما یه نظارت کوچولو بکنید در این تعداد برنامه‌ای که من گذاشتم. اینه که من در نوروز به یاد ایشون هستم. ببینید که یک استادی که امروز تعداد کتاباش قد من میشه از نظر نگارشی که نوشته و زیبایی و تحقیق و استادیش، گفت کجای سید؟ سیدم لفظ ایشون بود که گذاشته بود، سیدم هم گفت آقا سید به معنی آقاست. اینقدر سید میکنه، سید یعنی آقا. اینقدر استفاده میکنه که همه بفهمه که آقا یعنی آقا دیگه هیچ چیزی نداره که سید نام اولاد بگم سید دیگه. گفت سید کجا هستی؟ گفتم استاد من نمیدونم، من در یه جایی به نام پاریس 17 همم. گفت من از روی ساعت 18 دقیقه دیگه اونجا، چون محاسبه داشت تو پاریس دیگه میکرد. آقا این قطار گرفت و زیر و از این ور از این ور حدود مثلا 18 19 صدای در اومد و استاد اومد با کفش کتونی و اینا و گفت خب چی میخوای؟ گفتم آقا چای رو آوردن نشستیم، بالباب نشستیم، سر و خورو بغل منو شروع کردم به قسمت شاهنامه رو در قسمت پیشدادیان به 7 قسمت تقسیم کرده بودم. بعد میرفتیم به قسمت رستم تا حضور رستم و تا میرسیم به قسمت تاریخی. تقسیما رو اوکی دادنشون و ما شروع کردیم به کار و رسیدیم به قسمت هوشنگشاه که الان بحث ماست. از کیومرث و سیامک گذشتیم رسیدیم اونجا. گفتم بله. در کتاب‌های درسی ما 2 مورد بود که امروز بخوام سر این 7 سین زیبایی که شما در خونتون داریم و میریم برای سیزه به در، یکی راجبه تخت جمشید بود. اگه یادتون باشه دوره ماها، شما که نه دوره من بگم ماها وقت بعد خانمام گرفتار میشن، نه سن ندارم ما داریم، نه 29 وایسادن ما هم تو داریم میریم. مایلجو من وایس کردم، ماشین من داره همینطوری میره، اگه میبینین شما رو نمیندازم من. زده بود خرابه های تخت جمشید. بله بله. یادتونه بله. در کتابای فارسی ما بود خرابه های تخت جمشید، شعر و اینا. یک مستشرق آمریکایی که اومده بود در اونجا، انگلیسی آمریکایی که در قسمت بود، گفت این آبادترین نقطه جهان رو شما داریم میگه خرابه. این آبادترین یعنی نقطه آغاز جهان بر اینجاست، این آبادترین نقطه است. یک نکته بر این بود که میخوام شما بدونید که تخت جمشید آبادترین نقطه جهان بوده و آغازگرش. از این طرف وقتی که به
شاهنامه برمیخوردیم گفتش که کشف آتش، یادتونه در اون قسمت منم بر همون اصطلاحی که خب بچه مدرسه بودم و آورده بودم و گفتم کشف آتش رو شروع کردیم داستان هوشنگ گفتیم، استادم هیچی به ما نگفت. تمام که شد گفتش که درویش سید، گفتم بله قربان. گفت اینه از اول بگو. گفتم استاد چی شد اینا شعر که داری گفت؟ این کشف آتش نیست، مهار آتش. آتش فشان ها بودیم، مردم از دستش در میرفتن، کسی طرف آتش نمیرفت. اون که میتونه این آتش رو با جرقه به وجود بیاره و مهار بکنه و ببره تو خونه ها، تقدس آتش و ستایش آتش بر اینه. و ما وقتی که میگیم که میپرستیم، پرستش هم از زبان پرستاری از آتش، یعنی نگهبانی، چنان که این واژه رو ما در واژه پرستار امروز داریم. امروز پرستار به معنی نگهبان یک بیمار هست. نهایتاً پرستش آتش نبود که گذاشته بودن به اونجا که اینا آتش پرست بودن، نگهداری از آتش، پاسداری از آتش. حالا شما این رو دارید، استاد ما نشسته و حالا امروز که ما داریم نگاه میکنیم بر این سفره که نگاه میکنیم میبینیم آتش رو ما به پاسداری این آتش که گرما بخشید، که ظلمت شکست، روزگاری که آتش نبود، ساعت 3 و 4 بعد از ظهر زمستون، این مردم فکر میکنین تو این قارا چه میکرد؟ مور و مار و ملخ و وحشت و دشمن بهشون میزد، از بین میرفتن از سرما تا اینکه صبح بشه آفتاب در میاد، سریع برن بیرون تو اون چند ساعت زندگی کنن. آتش توانست 24 ساعت رو به وجود بیاره. بله. ظلمت شکن شد. اهمیت این آتش بر اینجا اون دانش ظلمت شکنی است که بر اینجاست. در ضمن به دو عاشق و معشوق به تمام اینا میگوید که عشق آتش بود و خانه خرابی دارد، پیش آتش دل شمع و پر پروانه کسی. یعنی آتش اگه به مهار در بیاری همیشه سازنده است، گرما میبخشه، غذا به تو میده، ظلمت رو میشه، ولش بکنی سوزنده است، از بین میبرته. چنان که هر 4 عنصری که شما بر سر این سفره میذاری، آب تا زمانی که تحت کنترل و تحت مهار شماست خوبه، سیل بشه همین آب ریشه کنه. این زمینی که داره میاد، یه زلزله که بیاد روش میفهمی که نه، اگر بخواد از این مهار در بیاد. این که بهار میگویند درست اون لحظه تعادل زمین هست، همین درست. حالا این آتش ما داریم، آتش هوش‌انگیز. برمیگردیم به آینه، میگه خب این آینه چیه؟ آینه در واقع ثابت است و ما گذرا. آینه جهان است، آینه زمان است، آینه زمین است. من و شما در مقابل این آینه داریم رد میشیم، چنان که آینه ای رو که مادر بزرگ شما به شما داده بود که به دختر نوه نبیرتون بدید، هنوز میتونه سر سفرهش بگذاره و حالا این چهره جوان توش نگاه بکنه. بله واقعا آینه های قدیمی. این سفره‌ای که میبینید یک عنصر ثابت داره، بقیه همه میتونن، سبزه میره، ماهی میره، آب میره، همه چی عوض میشه. این دوتا سال دیگه باز شما میذاری سر سفره. نهایتاً به ما اینو میگوید که اون لحظه ها رو، اون دم رو غنیمت میشمونید. هر لحظه‌ای که شما بر سر اینجا نشستید داره عبور میکنه، این دم رو غنیمت بدون. این مال اون دوتا بود. حالا میبریمتون سر این یکی. درس 3-4 درس چیزی دادیم. استادی دیگه. نه تو این کار دارم کار زندگی میکنم که مردم بدونن. اگه ما ندونیم چرا داریم اینو حفظ میکنیم، میریم خیلی خوبه میخریم و هم داریم میذاریم اینجا. بلکه بچه‌های ما توضیح میخوان از ما واقعا چرا این به چه دلیل، اون به چه دلیل. و همه اینها مفهوم ریشه‌ای داره. یعنی شما همینطوری به وجود نه، اگر به وجود همینطوری اومده بود که میرفت، خب تموم 7000 سال برای چی بمونه آقا؟ چطوری بمونه اصلا این؟ یک چراغی سیت بسازم، شیشه اش خورشید نشون، یک فتیل توش بذارم، یک فتیل توش بذارم، شعله اش ظلمت شکون. اینم ماله باز فارسی، میگه یک چراغی سید بسازم، شیشهش خورشید نشون، همیشه میتابه. یک فتیله توش بذارم، شعله اش ظلمت شکن، اون نور رو میاره اینم ظلمت رو میشکنه.
با کلیدی از سپیده قفل در رو باز، قفل شب رو باز کنم. به چقدر زیبا. با کلیدی از سپیده قفل شب رو وا کنم. 100,000 تا مروارید پیدا کنم. من رفیق باغ آبم، با بهار همسایم. من به دستم از دل خود یک سبد گل دادم. این نشانه اون چیز که عرض کردم دپریشن شعر مال کیه؟ مال فارس هستن، مال منطقه فارس، نمیشناسم مال منطقه فارس، ولی من سالهاست اینو میخونم. زیباترین از این نمیشه که شما لازم نیست من به شما گل بدم، وقتی از دل خودت به دست خودت یک دسته گل دادی یعنی زنده بودن، یعنی زیبایی. من به دستم از دل خود یک سبد گل دادم. بعد برمیگرده میگه که من رفیق باغ آبم، با بهار همسایم. من به دستم از دل خود یک سبد گل دادم. رفته کاکم به معنی برادر، رفته کاکم از بهار و برگ گل گیرد سراغ. حرمتش کن تا دم شاه چراغ، که اون موقع به مفهوم عشق بود. باز اینا عشق بود. آنچه که ما در این مسیر بهار داریم میبینیم، هر کسی از هر عشیره یا از هر تباری از ایران به این سفره ترانه افسوده، شعر افسوده، سخن افسوده که این بهار همیشه بهار بمونه. ما حالا داریم آروم آروم تازه از سر 7 سین شما گذشتیم دیگه. بله. 7 سین رو گذروندیم، داریم میرسیم به 13 به در کم کم. حالا بر سر این سفره نشستیم، همه نشستیم، شما هم نشستین، اینو میگیم: امشبی را که درانیم غنیمت چه بودیم، امشبی را که درانیم غنیمت چه بودیم، شاید ای دل نرسیدیم به فردای دیگر. این شاید ای دل نرسیدیم به فردای اون آینه هست. به این آینه که نگاه میکنین این لحظه رو محترم بشمارید. امروز من دعام برای مردم ایران این است که بیمارها رو خداوند بهشون شفا بده. بله واقعا. و این آزادی که ما دنبالش هستیم در واقع اون چیزیست که شما دقیقاً در اینجا دارید میبینید. ما روزگاری در تلویزیون، من باز یاد دوستم بکنم که در اروپاست، سیروس افهمی پهلوانان رو بازی میکرد. یادتونه که پهلوان رو بازی میکرد. من در اونجا پهلوان اسد برادرزاده پهلوان نایب بودم توی اونجا، توی اون نمایشایی که تو ایران بود. ما در اینجا داشتیم فیلم میساختیم توی این زیرزمین. بالا آقای پرویز سعید بودن، اونور پرویز کاردان بود، اونور چه میدونم آقای ارهام صد داشت فیلم میساخت. تمام این استودیوها گرفتار همه در آینه بودن. بیژن مفیدم داشت شرح قصه‌اش رو تنظیم میکرد، چه میدونم آقای سایدی هم داشت نمایشاشو میذاشت. یعنی میخوام بهتون بگم این کشور ما در یک شهری به نام جام جم که اون تلویزیون بود، زن و مرد همه داشتن میرفتن. خانومه داشت خودشو آماده میکرد با زیباترین میکاپ آرتیست که بلند شه بیاد اینجا خبر رو بخونه. اون یکی داشت. چگونه شد که ما این از دست دادیم؟ واقعا متاسف. این اون لحظه است، این اون آتشی است که نباید ما بگذاریم که خاموش بشه. این آتشی است که اون حافظ رو که هم شعری که گفتی دقیق بر جمله قضیه بود که نباید این شعر رو بذاریم خاموش بشه. این حالا این شعر رو میخونم: امشبی را که درانیم غنیمت شمریم، شاید ای دل نرسیدیم به فردای دیگر، گرچه مسریم و خرابیم چو شبهای دیگر، بازو کن ساقی مجلس سر مینای دیگر، مگه حالیشه این دیوونه، مگه حالیشه این دیوونه. حالا برو اون سیزه به دره رو برو، من صدا رو قطع میکنم، برو بس بزنم، بس بخونن، حال بکنم مردم. این سیزه به دره. بله. این کجاست؟ پارک بلواس؟ آره همینجاست. هم بلواس. بله. بله. پرچم ایران هم زدن و بسیار عالی.
من کنار میشم. This is called kebab, you know, homemade kebab, you know. Just ground beef. This is Shir Khorshid. It's the lion with the sword. It's the emblem of Iranian flag. Shir Khorshid. تازه از خواب پا شدن لیده جون تازه رسیدن ما سرخیزیم تازه که خواب پا نکنیم. My friend Nuri. How are you? That way it's better because you get a higher height. چون اینجا ارمنی ما زیاد داریم مجبوریم ارمنی